دست بردار از این که تو دنیا دنبال تایید باشی به جایی که تعلق نداری. دست بردار از وارسی چهره آدما برای اینکه نشونه از ناکافی بودنت پیدا کنی، چون همیشه پیدا میکنی. حقیقت اونچه که هستیم تو قلبمونه و دعوت شجاعانه ما اینه که قلب‌های رام نشدنیمونو در برابر قضاوت همیشگی به ویژه قضاوت خودمون محافظت کنیم. هیچ کس بیشتر از تو سزاوار بودن در این زندگی نیست. وقتی به زندگی تو حقیقت خودت ادامه میدی، وقتی شجاعت نشون دادن خود واقعی تو داشته باشی، وقتی قلب تو بدون هیچ چشم داشت و انتظاری در برابر غریبه ها باز میکنی، همون احساس تعلقی که همیشه دنبالش بودی خودش تو رو پیدا میکنه. از سمت کسایی که هرگز بیشتر ملاقاتشون نکردی. از گوشه کنار مختلف دنیا که در تمام این مدت در مسیری موازی با تو گام برداشتن. یه جوری یه جایی به هم پیوند میخورین، نه به خاطر رنگ پوست یا آشنایی یک فرهنگ، بلکه به خاطر اینکه قلب و روحتون از یک جنس ساخته شده. وقتی چشماتون سرانجام به هم میافتن، احساس میکنی دیده شدی، شنیده شدی و به رسمیت شناخته شدی. اینها خواهران و برادران تو هستن، خانواده‌ای دور از خانواده، قبیله تو. وقتی سرانجام کنار هم جمع میشین، میفهمی که همیشه جایی برای تو نگه داشته شده بود. خطابم به شماست، روح‌های زیبا، بخشندگانی که تنها بلدند عمیق دوست داشته باشند، رویابین‌ها، طرد شدگان، فرزندان خانواده‌های از هم گسیخته، مهاجران و فرزندان فرهنگ‌های در هم تنیده. میدونم که همه ما فکر میکنیم برای داشتن احساس تعلق باید در قالبی کامل جا بگیریم. زندگی زمانی به ما احساس آرامش میده که خودمون متعلق به جایی ندونیم.